سلام گلدار، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید و سلامت. امروز اومدیم با یک آموزش خفن دیگه، یک در اصل ایده جذاب دیگه برای کسب درآمد دلاری از یوتیوب در ایران. اگر که شما علاقه داشته باشید به کسب درآمد از یوتیوب، حالا ما کانالمون در رابطه با کسب درآمد در کن، اما یه ذره حالا شیفت کردیم به کسب درآمد از یوتیوب و راههایی که شما میتونید به سادگی، به راحتی، چه با حالا تصویر و صدای خودتون، چه یه سری از در اصل ویدیوهایی که بدون صدا و بدون تصویر ایده هایی هستن که شما میدونید هم حتی بدون صدا هم بدون تصویرتون فعالیت داشته باشید. توی این ویدیو امروز میخوام بهتون یک در اصل دو تا کانال معرفی کنم، دو تا ایده رو معرفی کنم که بدون صدا و بدون تصویر خودتون بتونید خیلی راحت درآمد داشته باشید و درآمدی هم که در اصل این سایت این ایده داره درآمدهای خوبیه، یعنی میشه گفتش که ماهانه از 3-4 هزار دلار به بالا درآمد داره. کم یعنی اگه شما فعالیت کمی هم داشته باشید دیگه نهایتا 1000 دلار رو برای شما داره. به خاطر همین حتما تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید و لایک یادتون نره. همین الان این ویدیو رو لایک کنید بریم داخل آموزش این در اصل ایده. همونجور که توی تصویر دارید مشاهده میکنید، حالا کانال اول اسمش کراکر ASMR هست. کلا کاری که این کانال میکنه اینه که ASMR، اگر که تو اینستاگرام هم خیلی سبک ASMR زیاده که غذا میخورن جلوی یه میکروفون، مثلا حالا تصویرشون هست، یه موقعی هم مثلا ممکنه که تصویرشون نباشه. حالا این کانال به خصوص اینه که مثلا اصلا تصویری نداره، صدایی هم نداره، فقط صدای اون در اصل ASMRی که انجام میده. مثلا صدای تصویر مثلا یه دونه چیزو نشون میده، یه دونه ماشین حسابو نشون میده که داره اینجوری مثلا میزنه صدای اون ماشین حسابو، یا مثلا صدای چه میدونم خوردن فقط اون چیزو نشون میده، ساندویچ ها رو مثلا نشون میده که داره خورده میشه، یا مثلا حالا از این قبیل موارد آورده و گذاشته تو سطح در از کانالش و ویوهای خوبی هم گرفته. ویوهایی که میبینیم 205K 135K میگم از این قبیل موارد، یعنی فقط با در از صدا و چیزی که حالا هستش میخواد انجام بده و دیگه در کل چیز خاصی دیگه نداره. این بخش ASMR میگم انواع مختلفی داره، مثلا چه میدونم کیبورد لپتاپ یا کامپیوتر رو میذاره اینجوری تت صدا میده، صدای اون رو ضبط کرده و پخش کرده. حالا ما به دلیل در از بحث کپی رایت نمیتونیم چیز کنیم، ولی خب بیسیک همینه، یعنی بیسیک همین کاره، حالا چیز خاصی دیگه ای نداره. یه دونه کانال دیگه هم هست، این کانال باز یه ذره اوضاعش بهتره، یعنی مثلا یه ذره میشه گفتش که یه کاری داره انجام میده. خب یه در از چیزی داره انجام میده، اسمش از 5 minute کرپ، یعنی مثلا چیزایی که تو 5 دقیقه میشه بسازی. خب مثلا کاری که میشه انجام بده تو 5 دقیقه. این مثلا یکیش گوشه how to peel and cut fruits and vegetables like a pro، چجوری مثلا سریع مثلا سبزیجات و اینا رو تو 5 دقیقه مثلا حالا سریع خورد کردن مثلا. یا اینکه چه میدونم چیزای درست کردن با کلا یه سری ایده ها، یه سری لایف هک هایی که حالا اسمش لایف هکه معمولا که به شما میگه و یک سری چیزایی میگه که شما شاید تو حالا به طور معمول ازش استفاده نکنید. چه میدونم مثلا نحوه پوست کندن پیاز به یه جور دیگه رو مثلا داره میگه، یا نمیدونم چجوری مثلا این میوه رو یه جور دیگه مثلا پوست بکنید، یا یه جوری کنید که مثلا خوشگل‌تر بشه، یا مثلا چجوری از چه میدونم این براشا به بهتر استفاده کنید، یا مداد رو مثلا چی دیگه. یه سری حالا از این قبیل موارد هست، کلا لایف هک هایی هستش که حالا این آورده. این میام یه ایده ای که مثلا شما میدونید بدونه در از هیچ تصویر، بدون هیچ صدا، بدون هیچ چیزی، فقط صدای خب همین مبحث خود اون بستگی داره به که حالا موضوعتون چی باشه دیگه. مثلا صدای همینه، صدای خودتون یا تصویر خودتون توی ویدیو وجود نداره و حالا اینا مانیتایز هم شدن، یعنی درآمد در از دلاری هم دارن و درآمد خوبی هم دارن. میشه گفتش که درآمدشون درآمدهای بالایی، هر کدوم حداقل ماهانه میگم کم 1000 2000 3000 گاهن تا 10-15 هزار. حالا این مثلا کانال این 5 minute که رفته میبینیم که ویوش بالاتره، 4.5 میلیون 2.5 میلیون
و حالا دیگه یک اینا مثلا میلیونی ویو خورده اون چیزایی که هستش دیگه. از این قبیل موارد دیگه نکته‌ای نمیمونه. فقط کاری که شما لازم انجام بدید توی این حالا سبک قبیل چیزا اینه که شما باید اول کلا میخواید اگه از یوتیوب درآمد کسب کنید باید اول علاقه خودتون رو پیدا کنید، ببینید آقا اصلا به چی علاقه دارید. اگه واقعا علاقتون اینه که بخواید مثلا بتونید یک کسب درآمد سالم داشته برای کسب درآمد از یوتیوب، در ابتدا باید ببینید که اصلا علاقتون چیه، یعنی موضوعتون رو اول پیدا کنید، اون موضوعی که بهش علاقه دارید، بعد بگردید دنبال اون راههایی که کسب. حالا ما توی کانال خودمون سعی کردیم که این راههایی که فکر می‌کنیم که میتونید خیلی راحت به کسب درآمد برسید، یعنی راههایی که میشه اگر که شما بخواید شروع کنید خیلی راحت به کسب درآمد برسید رو بهتون بگیم و درآمدهای خوبی هم هستن، یعنی این راه‌ها درآمدهای خوبی رو قراره بهتون بده. سعی کنید که با کانال ما همراه باشید. حالا روی روزمیون یا روزانه براتون ویدیو قرار خواهیم داد و ویدیوهایی که حالا هم زمینه کسب درآمد از یوتیوب، هم زمینه‌های مختلف، چه درآمد از موزیک، چه درآمد از جاهای دیگه، کلا در زمینه کسب درآمد اینترنتی فعال هستیم و براتون ویدیو می‌ذاریم. فقط کاری که شما لازم انجام بدید با لایک کردن از ما حمایت کنید. اگر هم که سابسکرایب نکردید سابسکرایب یادتون نره. ممنونم از اینکه این ویدیو رو همراه ما بودید تا اینجا. طلایی باشید مثل همیشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.